29 اکتبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشروی ملت محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در زمینه وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان کارخانه واحد دولتی مرکز رقمی کنانی ساحه نقلیات مرکز منطقوی دیپلماتیای نقلیاتی و کارخانه واحد دولتی پژوهشگاه لایحه‌کشی انشاءات نقلیاتی را مورد بهره برداری قرار دادند. نخست راهبر دولت محترم امامعلی رحمان با طرز فعالیت کارخانه واحد دولتی مرکز رقمی کنانی ساحه نقلیات شناس شدند. انشاءات مذکور در اساس دستور و سفارش‌های پیشروی ملت محترم امامعلی رحمان در دایره عملی سازی رقمی کنانی ساحه راه و نقلیات تأسیس داده شده است. با عملی شدن نظام رقمی نظارت امکان فراهم گردید که حرکت واسطه‌های نقلیات در دوردست‌ترین منطقه ها نیز به تنظیم درآورده می شود. از 30 مدل رقمی کنانی که در وزارت موجود است، عین حال 13 مدل با مانند مجهزسازی تکنیک‌های راهسازی با GPS و نظارت فعالیت ثمرناک آنها، اینچنین پیشگیری حرکت نقلیات گرانوزن توسط ترازوهای زمانوی دینامیکی و پیوست به مرکز مورد عمل قرار دارد. با پیشروی ملت محترم امامعلی رحمان اطلاع داده شد که تأسیس مرکز تماس با رقم کوتاه کرده 8808 در سمت بهتر کردن کار و خدمت رسانی مساعدت نموده روند گرفتن اجازتنامه، رخصتنامه، راهخط و بارخط، موجودیت بار یا طلبات را برای واسطه نقلیات جهت انتقال بار پیشنهاد می نماید. مرکز تماس امکان می دهد که از تمام گوشه و کنار کشور و بیرون از آن فرمایش ها از روی سمت های بارکشانی، مسافربری، گرفتن راهخط و بارخط قبول گردیده سری وقت اجرا شود. محض برای عملی نمودن 30 مدل رقمی کنونی در وزارت نقلیات مرکز تماس با رقم کوتاه 8808 فعالیت میکند که تمام خدمت رسانی های ساحه راه و نقلیات را برای گرفتن حجت های اجازتدهی، سرتیفیکاسیون کنونی، رخصتنامه بین‌المللی، راهخط، بارخط برای گرفتن فرمایش و اجرا نمودن آنها این مرکز تماس فعالیت میکند. مرکز تماس عین حال از 9 نفر عبارت بوده دوره به دوره پس از با پورگی فعال شدن 30 مدل تا 80 نفر آورده میرسد. مدل اجازتنامه دهی برای گرفتن اجازتنامه چگونه حجت ها لازم است، برای گرفتن سرتیفیکات چگونه حجت ها لازم است، مرکز تماس میتواند که مشورت دهد. انتقال دهندگان را یعنی که بار را با صاحب ماشین میتواند پیوست نماید، یعنی که برای دریافت بار با انتقال دهندگان مشورت ها میتید. پس از رقمی کنونی همه این نقلیاتی بارکش به طور الکترونی مدل لاجستیک رقمی فعال می شود و به طور الکترونی همه میزاجان می توانند از این سیستم استفاده برند و مرکز تماس می تواند با رقم کوتاه 8808 و تمام میزاجان کمک رسانند، یعنی که در دلخواه وقت از دلخواه جا می توانند زنگ زنند، فرمایش خودشان را تیند و مرکز تماس فرمایش را اجرا نماید. مرکز تماس برای قبول فرمایش از رانندگان، صاحبان بار، مسافران و اجرا نمودن فرمایش ها، اینچنین برای جواب دادن به سوال های مشتریان و صاحبکاران خدمت می رساند. مقصد از تشکیل نمودن مرکز تماس مشتریان می توانند به خراجات زیادتی و صرفه وقت طریق زنگ از دلخواه نقطه های کشور می توانند خدمت رسانی های ساحه نقلیات را دسترسی نمایند. ما 150 نموده خدمت رسانی نقلیاتی داریم، از جمله اجازتنامه، راهخط، بارخط، سرتیفیکات و دیگر نمود خدمت رسانی ها است که مشتریان می توانند در دلخواه وقت با ما در تماس شوند. در کارخانه واحد دولتی مرکز رقمی کنانی ساحه نقلیات متخصصان محلی به کار جلب شدند. برنامه‌های کامپیوتری که در این مرکز مورد عمل قرار دارند از جانب برنامه‌سازان جوان ساخته شدند. پیشروی ملت محترم امامعلی رحمان به فعالیت آنها بهای بلند داده جهت باز هم آموختن علم‌های زمانوی، از خود کردن علم‌های دقیق و با این وسیله معرفی نمودن تاجیکستان در سطح بین‌المللی هدایت نمودند.
من خیلی شاد هستم که با دستگیری های پیشوای ملت ما در چنین مرکز کار و فعالیت میکنیم و من هم کوشش میکنم که دانش خود را صیقل دهم. از همه امکانات هایی که پیشوای ملت برای جوانان خصوصا برای جوان دختران مهیا میکند ما باید این غمخواری ها را نگاه کرده برای وطنمان کوشش کنیم. با دستگیری و غمخواری های پیشوای ملتمان محترم امام علی رحمان ما همچون برنامه‌ساز در این مرکز کار و فعالیت میکنیم. ما همچون برنامه‌ساز داخلی کار و فعالیت میکنیم. امکانات‌های فراهم گردیده حکومت جمهوری تاجیکستان کمک نمود که متخصصان داخلی چنین برنامه‌های رقمی کنانی را سازند. مرکز از ریاست‌های نظام اداره‌کنی دارایی‌های راه، ریاست برنامه‌سازان و امنیت اطلاعاتی، ریاست نظام ذهنی نقلیاتی که در جهان با نام ITS معمول است و لوجستیک رقمی عبارت بوده، هر یک ریاست وابسته به سمت فعالیت از جمله بروی خطگیری و شناسنامه کنانی پره دارایی‌های راه، برنامه‌سازی‌های مدل‌های رقمی کنانی ساحه و عملی نمودن تمام برنامه‌هایی که در اساس طلبات 30 مدل ساحه طرح‌ریزی شده‌اند امکان فراهم می‌سازد. کارخانه واحد دولتی مرکز رقمی کنانی ساحه راه و نقلیات وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان با تمام تکنیک و زمانوی مجهز گردانیده شده دارای 57 جای کاری میباشد. مرکز از 3 ریاست، 3 شعبه و 1 بخش عبارت است. مقصد از تأسیس مرکز این میباشد که همه به طور الکترونی پیشنهاد نمودن خدمترسانی ساحه، کاهش دادن عامل‌های کرپسیونی، صحیح و شفاف جمع‌آوری نمودن نشاندهنده آماری، از بین بردن اقتصاد پنهانی و در مجموع زیاد نمودن مجموع محصولات داخلی از حساب ساحه راه و نقلیات میباشد. با مقصد تطبیق کنسپت اقتصاد رقمی، برنامه رشد اقتصادی رقمی در جمهوری تاجیکستان برای سال‌های 2021 2025 و هر چه زودتر گزارش ساحه راه و نقلیات به نظام رقمی از جانب متخصصان 3 مدل رقمی کنی ساحه معین گردیده است که این نشاندهنده نهادی نیست. این زمان 13 مدل آن مورد استحریزی و کارکرد به استفاده قرار دادند. مدل های مذکور از جانب 3 ساختار اساسی مرکز، ریاست برنامه‌سازی و امنیت اطلاعاتی، نظام اداره‌کنی دارایی‌های راه، نظام ذهنی نقلیات در عمل تطبیق کرده می شود. سیستم الکترونی مرکز با روزنه کمیته اندازی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و اگنتی اینواتسیا پیوست شده برای ساده گردانیدن روند خدمترسانی نقلیاتی مساعد می باشد. علاوه بر این تمام نقلیات بارکش و مکان موجودیت بار با طور الکترونی در مخزن جایگیر شده طبق فرمایش میزاجان و صاحبکاران با خدمت رسانی فرا گرفته می شوند. پلتفرم یگانه اداره نظام‌های نقلیاتی با دیگر نظام‌های مدل همگیری بوده برای باقاعدگی سوبیکت و ابیکت‌های اینفراستراکچور نقلیاتی پیش بینی گردیده است. مقصد اساسی این پورتال نشاندهنده خدمت رسانی الکترونی نقلیاتی با اشتراکچیان بازار نقلیاتی می باشد. پلتفرم مذکور برای سوبیکت‌های اینفراستراکچور نقلیاتی با نظرداشت باقاعدگی ابیکت‌های اینفراستراکچور نقلیاتی امکانیت خواهد داد که تمام حجت‌های اجازتنامه‌ای از آن جمله اجازتنامه، رخصتنامه، سرتیفیکات، بارخط، راهخط با طریق الکترونی پیشنهاد شده حساب برآوری‌کنی غیر نقدی را براه ماند. سیستم اداره‌کنی دارایی راه در تاجیکستان برای استفاده بری ثمرناک اینفراستراکچور راه به استفاده برده می‌شود. سیستم 3 منبع اساسی را در بر می‌گیرد. اینوентаризация دارایی راه، به قیدگیری تمام دارایی راه از جمله خود راه، نقب‌ها، پل‌ها و دالان‌ها. دوم منبع اساسی این به تحلیل و بهادهی منتظم تفتیش نمودن و نظارت نمودن حالت راه و از سیستم اطلاعاتی جغرافی یعنی گیس کارت‌ها یا که مپ اینسترومنت‌ها استفاده بردن تحلیل اون را و سوم منبع اساسی این بنقشه‌گیری و مبلغ گذاری است. در این مرحله اساساً ما تنظیم صرف مبلغ‌های بودجتی را برای تعمیر و بنقشه‌گیری ساختمان راه‌های نو یا که دارای نو اینچنین هم پل هم دالان‌ها و غیره ها با استفاده می‌بریم. در این زمینه در سمت همکاری بین المللی نیز پیشروی‌های نظررس به میان آمده است.
حالا همکاری زیچ با جمهوری اسلامی پاکستان به راه مانده شده، بار از بندرهای آبی به ممانعت و با نرخ ارزان دسترس می‌گردد. در مجموع فعالیت مرکز امکان می‌دهد که تمام خدمت‌رسانی‌های نقلیاتی، حسابات آماری، تحلیل و بنقشه‌گیری به طور الکترونی شفاف تأمین شود و عمل‌های کروپسیونی و اقتصاد پنهانی به مراتب کاهش یابد. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان با فعالیت مرکز منطقوی دیپلماتی نقلیاتی نیز که هدف اساسی تشکیل آن آماده نمودن متخصصان و کارشناسان ساحوی سطح بین المللی برای اشتراک در گفت و شنیدها، یعنی بلند برداشتن سویه دانش دیپلماتی آنها برای معرفی، پیشبرد و حفظ منفعت‌های نقلیاتی کشور، اینچنین تحکیم موقع نقلیاتی جمهوری در منطقه می باشد شناس شدند. مرکز منطقوی دیپلماتی نقلیاتی با دستگیری به واسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در شهر دوشنبه تأسیس داده شده. از جانب 3 کشور آسیا این تشبث پذیرفته شده است. فعالیت خود را مرکز در هماهنگی با زیرساختار سازمان ملل متحد مرکز بین‌المللی دیپلماتی نقلیاتی به راه مانده تصمیم گرفته است که از کشورهای منطقه آسیای مرکزی کارشناسان را به حیث هماهنگساز در رژه مجازی به کار برای فعالیت مشترک دعوت نماید. هدف اساسی تأسیس دادن مرکز مذکور این آماده نمودن کارشناسان ساحوی سطح بین‌المللی برای اشتراک در گفت و شنیدها، یعنی صیقل دادن دانش‌های دیپلماتی آنها برای معرفی، پیشبرد و حفظ منفعت‌های ساحوی ملی کشور عزیزمان و اینچنین استوار نمودن مقام سیاست منطقوی نقلیاتی در عرصه بین‌المللی می باشد. فعالیت مرکز مذکور از حساب سرمایه خارجی پیش بینی شده است. در این اساس در همکاری با مرکز بین‌المللی دیپلماتی نقلیاتی، همکاری با شریکان رشد یعنی انستیتوت‌های بین‌المللی مالیوی به راه مانده شده، در همکاری با متخصصان منطقه دایره فعالیت آن را وسیع نماید. برای پیشبرد فعالیت در همکاری با مرکز بین المللی دیپلماتی نقلیاتی بین المللی برای جلب سرمایه خارجی با شریکان رشد همکاری به راه مانده شده. در برابر این برای رشد همکاری متقابله با کشورهای آسیای مرکزی تصمیم است که از کشورهای همسایه و شریک کارشناسان ورزیده به حیث هماهنگسازان برنامه‌های من بعد جلب کرده شوند و همکاری سودمند برای کارکرد سیاست یگانه منطقوی نقلیاتی راه اندازی گردد. در وزارت نقلیات با اشتراک سرور دولت محترم امامعلی رحمان همچنین آزمایشگاه کارخانه واحد دولتی پژوهشگاه لایحه‌کشی انشاءات نقلیاتی بعد نوسازی به فعالیت آغاز نمود. آزمایشگاه از بخش‌های آزمایش بتون و ریگ و شغل، اسفالت و قیر، مواد کیمیاوی، آزمایش اکولوژی و کارهای پیش از لایحه‌کشی میباشد که با تجهیزات نو و زمانوی مجهز گردانیده شده‌اند. حالا بغیر از این آزمایشگاه در اختیار خود باز 2 آزمایشگاه سیاری با تمام تجهیزات و لوازمات ضروری تشخیصی مجهز، گیارادارهای اکتشافی زمانوی دارد که امکانیت‌های آن را در گذرانیدن کارهای آزمایشی و نظارتی باز هم بهتر می‌نماید. تجهیزات ضروری زمانوی و اقتدار ذهنی و ملکه کارمندان در سمت لایحه‌کشی به آزمایشگاه امکان می‌دهد عاید به معین نمودن خاصیت‌های فیزیکی و مکانیکی خاک، بتون، مصنوعات آهن و بتونی، اسفالت، قیر نفتی، خاکه مینرالی، شغل، ریگ، آب و جنس‌های کوهی سنجش‌ها گذرانیده رقم و دلیل و معلومات ضروری را به لایحه‌کش‌ها پیشنهاد نمایند. در وزارت نقلیات کشور طرح‌ریزی لایحه‌ها و نظارت مالیاتی را آزمایشگاه کارخانه واحد دولتی پژوهشگاه لایحه‌کشی انشاءات نقلیاتی به ذمه دارد که با دستور هدایت‌های اساسگذار صلح وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت کشور جناب عالی محترم امامعلی رحمان تجدید و نوسازی گردید. آزمایشگاه از بخش‌های آزمایشی بتون و ریگ و شغل، آزمایش موم و قیر، آزمایش موادهای کیمیاوی، آزمایش اکولوژی عبارت میباشد که با تجهیزات نو و زمانوی مجهز گردانده شده‌اند. این حال بغیر از آن اسباب و تجهیزات استاسیونری آزمایشگاه در اختیار خود باز 2 آزمایشگاه سیاری با تمام تجهیزات لوازمات ضروری تشخیصی تجهیزانیده شده
گهره‌دارهای اکتشافی زمانوی دارد که امکانات‌های آزمایشگاه را در گذراندن کارهای آزمایشی و نظارت مؤلفی را باز هم بهتر می‌نماید. در دایره گذراندن آزمایش‌ها با استفاده تجهیزات معمولی عنعنوی و معاصر تکنولوژی با اسلوب مختلف از انتخاب، جدا کردن و دسترس نمودن مواد نمونوی تا پیشنهاد خلاصه زیاده از 100 نمود عملیات سنجشی گذرانیده می‌شود. همچنین در درآمدگاه وزارت نقلیات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از نمایش تکنیک و تجهیزات ساحوی معاصر راهسازی و نظارتی دیدن نمودند. ساختارهای نوی همقدم زمان، نظام فعالیت و روند خدمت‌رسانی ها را در ساحه راه و نقلیات با استانداردهای بین المللی مطابق گردانیده، عامل رشد بانظام می باشد که پیوسته با دستاوردهای نمایان به قید گرفته می شوند.